میراوا فیلم تقدیم می کند. وقتی دخترش جلوی در خونه به قتل میرسه، کارلا توماس کریون فقط دنبال قاتل نیست. اون دنبال حقیقتیه که پشت پرده این جنایت پنهان شده. فیلم ایج آف دارکنس با بازی درخشان مل گیبسون داستان پدریه که از دل غم به دل تاریکی میزنه، جایی که سیاست، فساد و توطئه‌های دولتی به هم گره خوردن. کارگردانی مارتین کمپل، فضای سرد و پرتنش بوستون و موسیقی هاوارد شور این تریلر جنایی رو به یکی از آثار ماندگار سال 2010 تبدیل کرده. ایج آف دارکنس فقط یه فیلم انتقامی نیست، روایتی از پدری که برای حقیقت از همه چیزش میگذره. میراوا فیلم، ما رو دنبال کن و بهترین فیلم‌های روز رو با لینک مستقیم دانلود کن.